متن فاقد فرمت. گاهی فضای خالی، تب و انتقال به سطح جدید آنقدر مهم است که رفتار پیش‌فرض HTML نسبت به آنها منجر به بی‌نظمی در متن می شود. به عنوان مثال، اگر هنگام تایپ متنی بین کلمات بیش از یک فاصله وجود داشته باشد، مرورگرها تمام آن فاصله ها را به یک فاصله تبدیل می کنند. در واقع ممکن است عملاً به آن چند فضای خالی نیاز باشد. فرض کنید منبع برنامه یا اشعاری باید در صفحات وب قرار گیرند. در این موارد فضای خالی، انتقال به سطح جدید و تب باید دقیقاً به همان شکلی که در این مستندات وجود دارند مورد استفاده قرار گیرند تا معنای آنها حفظ شود. برای این منظور از دستورات پری و اسلش پری استفاده می شود. متنی که در بین پری و اسلش پری قرار گیرد، فضای خالی، انتقال به سطح جدید و تب را حفظ می کند. اگر طول متن از عرضه صفحه مرورگر بیشتر باشد، نیاز به جابجایی سطح است. به این مثال دقت کنید. در قسمت سطح اول ما با استفاده از اسپیس چند فضای خالی بین متن خود ایجاد کردیم و یا در سطح بعدی با استفاده از تب فضای خالی ایجاد کردیم. در این دو سطح همان تنظیمات را با استفاده از تگ پری اعمال کردیم. فایل خود را ذخیره می کنیم و خروجی آن را بررسی. از منوی فایل سیو، در صفحه وب ریفرش. سورس کد را یه بار دیگه فعال کرده. دقت کنید فضای خالی که در این قسمت وجود دارد در مرورگر حذف شده است. یا دو پرش تب که در این قسمت داریم باز در مرورگر حذف شده است. اما فضای خالی که در بین تگ پری وجود دارد و یا حتی پرش تبی که در این قسمت وجود دارد کاملا حفظ شده اند. مثال خود را کمی تکمیل تر می کنم. F Enter Tab O Tab Tab R Tab Tab M Tab Tab A و Tab Tab T. متن را به دیتاهای خود اضافه کرده و با استفاده از پرش تب بین آن فضای خالی ایجاد کردم. فایل را ذخیره می کنیم. فایل سیو، در صفحه وب ریفرش. همانطور که مشاهده می کنید عین همان چیزی که در صفحه وب در سورس کد خود من تایپ کردم اینجا در خروجی مشاهده می کنم. پس در صورتی که لازم باشد شیر و یا متونی مشابه این متن را درج کنیم با استفاده از تگ پری آن را بدون قالب درج می کنیم.